25 ایون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دهه زوی ناحیه درواز همچنین مرکزی به حسابگیری ذهن صنعی دریا AI را مورد استفاده قرار دادند. مرکز در دایره اعلان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینواتسیا به طور زمانوی ساخته شده حجره‌های خدمت‌رسانی آن با تجهیزات معاصر ساخت شرکت‌های با نفوذ جهانی تامین می‌باشد. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس مرکز را برای رشد تجارت رقمی، آماده‌سازی متخصصان سطح بین‌المللی و آموزش تجربه پیشقدم کشورهای پیشرفته جهان مهم ارزیابی نمودند. مرکز دریا AI از جانب صاحبکار وطنی شیرزاد کبیروف و عزیزجان عظیمی رئیس شورای ذهن صنعی نزد وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نو جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد بنیاد شده 4 نفر متخصص محلی که در پیشبرد این نظام معاصر تجربه خوب دارند با کار تامین شدند. طور تاکید گردید استراتژی اساسی مرکز توسط حساببراری ذهن صنعی با ارزش تا 8 مرتبه بلند تبدیل دادن فروش نیروی برق استحصال تاجیکستان به کشورهای دور و نزدیک می باشد. ما این مرکز رو با همراهی سرمایه‌گذاران آمریکا و یکی از سرمایه‌گذاران وطنی به راه ماندیم. وقتی صحبت در اطراف ذهن صنعی می رود 3 قسمی بسیار مهم دارد. یکمش این آب است، دومش برق است و سومش خودی کندنی‌های فایده‌ناک. سفر در کشور ذهن صنعی از معدن سر می شود. یعنی کندنی‌های فایده‌ناک مثل سرما، مس و نقره و آنها به توسط گیدرومتالورژی و به توسط سپاراتسیا تقسیم می شوند و به توسط متالیزاتسیا به متال تبدیل می یابند، بعداً به مگنیت تبدیل می یابند و مگنیت‌ها بعداً به کارت‌های گرافیکی، یعنی تجهیزاتی که برای انجام تا 1 میلیون عملیات در یک ثانیه تبدیل می یابند و بعداً این مرکزهای حساببراری با آب و برق متحد می شوند که همون خدمت‌رسانی‌هایی که امروز همه در اطراف آنها صحبت می‌کنند امکان پذیر گردد. و یک هدف دیگری مهم این به چند مرتبه فایده فروش برق را زیاد نمودن است. یعنی از روی حسابات‌های معماری اگر که 1000 مگاوات به شکل خام در 5 سنت فروخته شود یا صادر گردد، فایده وی تقریباً 400 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. و اگر همین 1000 مگاوات رو به شکل حساببراری صنعی صادرات نماییم، فایده تقریبا به 3 میلیارد دلار افزایش می‌یابد که تقریبا تا 8 مرتبه زیاد است. یعنی این یک افضلیت مهمترین برای حکومت جمهوری تاجیکستان است که خودی فایده فروش برق رو چندین مرتبه زیاد نمایند و ما جوانان امروز آماده هستیم و بسیار شاد هستیم که پیشوای ملت محترم جناب عالی همین شرایط‌ها رو مهیا ساختند که ما همین تشبس‌ها رو پیش بریم. مرکز 8 سرور اساسی دارد که ارزش هر کدام آن 40,000 دلار را تشکیل می‌دهد. این نمود سرورها در سردی فعالیت خوبتر نموده عملیات اجرا شده حساببراری ذهن صنعی با سرعت، بی خطا و در وقت کوتاه با نتیجه قناعت بخش انجام داده می شود. این طرز خدمت‌رسانی سطح بین المللی در تاجیکستان تجربه نو است و آینده مؤسسان باز نقشه دارند که در همین جا با دسترسی تجهیزات و تکنولوژی معاصر سطح خدمت‌رسانی را در نظام معاصر ذهن صنعی بهتر به راه مانند.